پیام ایدی آریانا سعید بدون از تصور برای دوزاران و طرفداران صداش. آریانا سعید چرا در این عید برنامه هنری نداشته است و دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چیست؟ آریانا در کدام کشور زندگی می کند و آیا با واقعیت آریانا سعید در امریکا زندانی شده بود یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب و فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان خوش صدای کشور که با صدای سریلش بعد از آن که در هنر موسیقی افغانستان قدم‌های نخستینش را گذاشت مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها قرار گرفت و در هنر موسیقی افغانستان جایگاه خاصی برای خودش کسب کرد. اکنون آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقه‌مندان و دوستداران صدایش کسب کرده است. آریانا عاشقانه میخواند و آهنگهای عاشقانه‌اش در دلهای مردم افغانستان جا دارد. وی برای دفاع از حقوق زنان افغانستان همواره می‌ایستد. جدیداً نهاد در امریکا برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. آریانا سعید در این نهادش همواره طالبان را مورد نقد شدید قرار داده است و به همین خاطر پیام ایدی آریانا سعید کاملا سیاسی و برای با ساختن مکاتب برای دختران افغان بوده است. آریانا مدت می شود کاملا از کارهای هنریش به دور است و دیگر آهنگ جدید و حتی کنسرت برای دوستداران و طرفداران صداش برگزار نکرده. اما شایعاتی که آریانا سعید در امریکا زندانی شده است کاملا دروغ و بی بنیاد است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی خوش صدای کشور خواهیم بود. عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.